اسم من عبدالمنان از ولسوالی کلبگان هستیم، ساکن اول شهر کلبگان. و اقتصاد ما اول ابتدا ما مشکل داشتیم، بعد از او مؤسسه آینده بهتر جوانان اینجا آمد، ما را سروی کردن و از چرا کشت سمارق را اینا کاشتن و این فعلا رو به برآمدن، فعلا برآمدگی است، بهتر خوفتر هستن. بعد از او این کشت سمارق را مؤسسه محترم رفته در بازار امرای عرضه میکنه و اقتصاد ما خوفتر میشه، بهتر میشه. انشالله ما رو به ترقی هستیم، انشالله بر روی با همکاری محترمی مؤسسه جوانان آینده بهتر جوانان آینده ما خوفتر و بهتر خواهد شد. انشالله از اینا ما راضی هستیم و خوش هستیم. خداوند اینا را برکت و رحمت و آینده یا چی مشکلات ما رسیدگی بکنه.